حسن دلاور میاد بر روی تشک، سبکبال، ببینید چقدر راحت میاد بر روی تشک، با روحیه میاد روی تشک. سلیم یاشار کشیر روسیه رو اصل ترک میاد، رو اهل روسیه هست و سلیم یاشار میاد روی تشک. داور وسط با او دست میده، بدن او رو کنترل میکنه، زانومندا رو کنترل میکنه و تا لحظات دیگر مبارزه آغاز میشه. مثلا نیازی این مردی در مسابقات جهانی 2014 در کرواسی قهرمان جوانان جهان شد، در این یک پیش‌انداز از پهلو مچ پا رو مال خود میکنه و میره تا اینکه خاک میکنه حریف خودش و موفق میشه از اون امتیاز بگیره. برای موفق میشه 2 امتیاز از اون بگیره، خاک میکنه، در خاک میره برای تیتل به دنبال تیتل پیچ هست. داور وسط کشتی رو سر پا میده، 2 امتیاز اولو میگیره تا برق چشمی از حریف بگیره، از حریف نشون بده که توانمندی‌های بالایی داره. دلاوری از خطه مازندران شهر جویبار حالا اومده در یه میدان دیگه بزرگی کنه. تا این لحظه دستاش خوب کار کرده، میزنه زیری که فن حریف خودش رو رد خارج کنه. سلیم یاشار میز کار به اون نمیده، مرتب کار میکنه، شجاع و بیباک هست، جسور و تیکیچی هست و سعی میکنه اینجا موفق میشه حریف رو خارج کنه و خاک میکنه. 2 امتیاز برای حسن دلاور در نظر میگیرن. نازنین پهلوان ما تا این لحظه بزرگی کرده و نشون داده که توانمندی‌های بالایی داره، شجاعانه مبارزه میکنه. فنون ناب ایرانی رو در میدان آذربایجان به نمایش میذاره. یک بار دیگه دستاش چقدر زیبا و تکنیکی کار میکنه. یک بار دیگه حریف ارتشک خارج میکنه و یک امتیاز دیگه از اون میگیره. 2 دقیقه 28 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. آقای محمد طبیعی از کنار تشک به دستورات تکنیکی رو میده. یک بار دیگه قوس میکنه، میره خاک میکنه حریف خودش و 2 امتیاز دیگه میگیره. یک قوس جانانه و موفق میشه 2 امتیاز دیگه از حریف خودش بگیره. پا در سگک دوبل یا پا جمع. حالا سگک دوبل بشینه که داور وسط به خاطر مکس و تعلل بیش از حد کشتی رو سر پا میده. روی دستان حریفاتش کار میکنه. سلیم یاشار برای زیر اقدام میکنه اما نمیتونه از دستان پرتوان کشتیگیرمون عبور کنه و به پاهای بیدار رو برسه. برای زیر اقدام میکنه، یه زیری خم و 2 خم خاک میکنه. 2 امتیاز دیگه میگیره، یه برانداز بزنه، تمام میکنه کارو. هنوز نتونسته بزنه، نمیتونه متاسفانه بزنه و 9 بر 0 میشه. 9 بر 0 حریف و تعادلش رو به هم زد. یه لحظه میرفت بگیریم توپ کنه که با یه بدلکاری خودشو به جلو هدایت کرد. حالا 9 بر 0، 3 دقیقه و 30 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. با غیرت و تعصب و شجاعت بالایی که داره، بیمه هوا و بیبا کار میکنه. یه زیر چشم است، خاک میکنه حریف خودشو. تمام میکنه کارو. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان، خدا بهت عزت بده نازنین پهلوان. خسته نباشی دلاور. تبریک میگیم به هموطنان عزیزمون. مدال طلای حسن یزدانی رو به هموطنان عزیزمون، به مازندرانی ها، به جویباری ها، به همه تبریک میگیم. مدال طلای حسن یزدانی رو. دلاور ایران، پهلوان ایران، قهرمان ایران، زنده و جاوید ایران، ماندگار ایران.